تحولات تاجیکستان و جهان شما رو در برنامه اخباری آزادی آشنا میکنیم. سلام بینندگان عزیز، امروز 12 اکتبر این موضوع ها را به بررسی خواهیم گرفت. در روسیه یک زاده تاجیکستان را به جاسوسی به نفع اوکراین گمان بر کردند، به او تا 20 سال زندان تهدید میکند. جنگ حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد و از هر دو طرف تقریباً 2,500 نفر کشته شدند. و زحمت زیاد و اما فایده اندک حاصل پخته در ختلان امسال زیاد شده است، ولی نرخ آن برعکس پایین آمده است. سالی که حاصل نوکی کم باشد نرخ بلند است، امسال حاصل خوب است و نرخ پست. خداوند یک خیل رزق می‌دهد. مقامات انتظامی روسیه شریف جان تیلوزاده شهروند تاجیکستان را به جاسوسی به نفع اوکراین متهم کردند که جزای سختی برای آن پیش بینی شده است. به گفته مقامات تیلوزاده را روز 20 سپتامبر کارمندان پلیس هنگام گشت و گذارش در یک واحد بسته نظامی دستگیر کردند. چند وقت پیشتر از این مهاجر تاجیک با نشر نوارها از قسم نظامی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت که برای رفتن به جنگ اوکراین آمادگی می‌گیرد. کامرسیاتو موضوع را پیگیری کرد. من تاجیک هستم، من دیگر ملت نیستم. دیگر راه نداشتم، من به همین راه به دست زدم. یگان کس به دادم نمیرسد. این یکی از نوارهای شریف جان تیلوزاده جوانی تاجیک از تمرینگاه حربی در روسیه است که پیش از بازداشت شدنش نشر کرده بود. حالا او به گمان جاسوسی دستگیر و به 2 ماه حبس پیشکی محکوم شده است. به وی تا 20 سال زندان تهدید میکند. مقامات روسیه میگویند که شریف جان تیلوزاده انشاءات مهم حربی این کشور را به نوار میگرفت و به حربیان اوکراین میفرستاد. تصدیق مستقلانه این ادعا امکان پذیر نیست. در همین حال کاربران شبکه‌های اجتماعی گویا جاسوسی کردن او را زیر سوال بردند. شریف جان 32 ساله که حالا اسمش در سرخط رسانه‌های روسیه جای گرفته است، تحصیل دیده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا ترسونزاده تاجیکستان است. او خود را هنرپیشه تئاتر و کینا معرفی می‌کرد. پیشتر در شبکه‌های اجتماعی از ناعدالتی در تاجیکستان شکایت داشت و ادعا کرده بود که او را بی اساس از تاجیک فیلم راندند. ماه سپتامبر امسال وی بر رادیوی آزادی مراجعت کرده گفته بود که مجبور است از ناعلاجی به جنگ اوکراین رود. بعد مسکو اومدم، اون بچه وعده داد که کار میگیرن. اینجا اومدم 2 هفته خواب رفتم، کار نمیگیرن. همون پتنت هم سپاریدم، مهر نشون نمیگیرد. باور میکنید؟ بعد مرا از خوابگاه راندن، گفتن که شما دیگر پول ندارم دیگر، فهمیده؟ بعد یا پرسیدن که برای چی شما جنگ میخوای؟ یک بچه یوش، بچه زیبا. من گفتم من حیاتی من همه شد. او بار آخر ماه ینور امسال از تاجیکستان به روسیه رفته است. به ادعای شریف جان تیلوزاده پیش از این او 1 سال زیر فشار مقامات تاجیک بود و ادعا میکرد که آنها از او طلب داشتند به مقاله های تنقیدی علیه تاجیکستان واکنش کند و نوار پخش کند. زنگ میزنم من مثال یک کار دارم، یک مردی کاری خیلی در کسب خودم نموندم. سروش یک واکنش باید بنویسی. آخه نمیگن که همین زندگی دارد، یکون پرابلم دارد. در دلم زد، باور کنید در دلم زد. موقع مقامات تاجیکستان به این ادعای جوان معلوم نیست، ولی چنین تجربه به اصطلاح فابریکه جواب نهادهای حکومتی بارها رسانه‌ای شده است. شریف جان در صحبتش با آزادی نقل کرد که قبلا 1 بار بعد از سرگردانی ها و به قرب شدن روبل روسیه پی دریافت کاری مناسب خواست از روسیه به ترکیه رود، اما از فرودگاه استانبول او را برگرداندند. میگوید که دیگر بجز قبول پیشنهاد اشتراک در جنگ راه دیگری نیافت. طول 1 ماه زیاد می شود جنگ رو آموختیم. در حیاتم یراق در دستم داشتگی نبودم. تاکتیک جنگی رو آموختم. من امروز پگم میبرن ما رو. حالا موقع این شهروند تاجیکستان و نظر خانواده‌اش به اتهامی که علیه او اعلان شده است معلوم نیست، اما دوستانش و شخصانی که او را میشناختند میگویند به این اتهام باور ندارند. شریف جان تیلوزاده از داخل پایگاه حربی در شبکه‌های اجتماعی عکس و نوارهای خود را نشر میکرد و به اندیشه برخی از آنها شاید همین سببی بازداشت شده است. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. امروز درگیری میان نیروهای اسرائیل و حماس در نوار غزه
همچنان ادامه کرد. در جنگی که 6 روز باز جریان دارد تاکنون هزاران نفر کشته شدند. نیروهای اسرائیلی به موضعهای حماس ضربه‌های زیادی زدند و انتظار می رود که عملیات زمینی را در غزه سرحالی آغاز کنند. جنگ بعد آن شروع شد که جنگجویان حماس با حمله به قلمرو اسرائیل 1200 نفر اکثرا مردم آسایشته را کشتند و 150 نفر را گروگان گرفتند. در حمله های اسرائیل به غزه هم بیشتر از 1000 نفر کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده است، همراهی قوی کشورش با تل آویو را بیان نمود و عین زمان خواست به تلفات در بین غیر نظامیان راه ندهند. حالا نگرانی از سرنوشت 2,400,000 نفر از اهالی غزه می افزاید که بار پنجم است در 15 سال گذشته شاهد جنگ می شود و عین زمان در محاصره اسرائیل قرار دارد و از برق و آب و مواد غذایی محروم کرده شده است. قرار است فردا امام رحمان و ولادیمیر پوتین در بیشکک با هم گفتگو کنند. خبرگزاری تاس از قبل یوری اوشاکوف یاوری پرزیدنت روسیه می نویسد ملاقات مذکور قبل از شروع نشست سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت قرقیزستان برگزار می گردد. انتظار می رود که دو رهبر امنیت منطقه، وضع مرز تاجیکستان و افغانستان و فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان را بررسی کنند. همکارم خیرامان بقازاده نظر تحلیلگران را در رابطه با نشست رهبران کشورهای همسود که فردا در نظر است گرد آورد. اولین سفر خارجی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بعد قرار دادگاه بین المللی اوید به حبسی و به جلسه سران کشورهای مشترک المنافع نرفتن نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و تلاش هماهنگ کردن موقعها در رابطه با سیاست منطقوی و بین المللی. این چند نکته است که درباره همایش پرزیدنتان در بیشکک به آن تاکید شده است. یک مسئله خیلی مهم است، مسئله با کار ماندن یک سیاست مشترک در نسبت روسیه، سیاست مشترک در نسبت کشورهای پیشرفته و سیاست مشترک در نسبت خطای و غیره. یعنی میخوان که یک سیاست رو پیش برن که نسبتاً منفعت های همه کشورها رو فرا گیرد. سازمان کشورهای مشترک المنافع که 32 سال پیش در خرابه های SSSR ایجاد شد، رسما 11 عضو دارد. ولی پیوندی بین آنها تا رفت ضعیفتر می شود. در جنگ روسیه علیه اوکراین، بلاروس از مسکو و مولدووا از کیف جانبداری کردند. در بحران قراباغ کوهی، ارمنستان برای عدم پشتیبانی مسکو در اختلافش با آذربایجان خشمگین شد. کشورهای آسیای مرکزی تماسهای سیاسی را با غرب و اروپا تقویت می‌دهند. ولادیمیر پوتین در جلسه بیشکک به همه تبسم کرده، دستانشان را به خرسندی می‌فشارد، چون که روسیه دیگر در حالت نیست که به دیگرها آخرین همپیمان‌هایی که هنوز به مسکو پشتشان را نشان ندادند سخت فشار آورد. با نظر داشته در انزوای بی سابقه بودن مسکو، نظامنامه روم و او را جنایتکار جنگی اعلام کردنشان، شمار کمی کشورهای مانده است که او می‌تواند بی خطر سفر کند. این به منفعت مسکو نیست که به کشورهای آسیای مرکزی فشار آورده آنها را از خود دور کند، بلکه برعکس. پوتین درباره منفعت‌های اقتصادی در شرایط کنونی خواهد گفت، چون که همه می‌فهمند که از سوی تحریم‌های روسیه به کشورهای آسیای مرکزی فشار می‌آورند و این چیز امکانات‌های فراوان برای تجارت خرد و میانه فراهم می‌کند. تحلیلگری دیگر با اشاره به جنگ در اوکراین است تصمیم‌های نادرست زیاد و پیش پا زدن قاعده‌های همزیستی بین المللی مطابق به آیین‌نامه سازمان ملل متحد چون عامل‌های کم‌ارزش شدن این سازمان می‌گوید. نبودی توانی در مسائل زیاد سازش کردن، دست کشیدن از بعضی قرارهایی که به یک گروه شریکان پسند نیستند و به دیگرها قابل قبولند، باعث آن شد که بسیار مشکلات حل نشد و یا بر ضرر دیگر جانبها گردید، یعنی به سازش نرفتند. به همین خاطر ارزش سازمان مشترک المنافع کم شد. جلسه سران کشورهای مشترک المنافع روز 13 اکتبر جمع بست می شود.
شما برنامه اخبار رادیو آزادی تماشا دارید. در تاجیکستان جمع‌آوری حاصل پخته ادامه دارد و طبق اطلاع وزارت کشاورزی تاکنون حدود 52% از نقشه پیش بینی شده اجرا شده است. در ختلان که بزرگترین ولایت پخته‌کاری تاجیکستان است، کشاورزان میگویند امسال از میدان‌های پخته حاصل خوب به دست آوردند، اما از پرورش این زراعت که مشقت زیاد می‌طلبد درآمد ناچیز می‌گیرند. جزئیات در گزارش همکارم زرنگیز نوروزشاه. شریفمو احمد و در ناحیه عبدالرحمن جامی پخته یا پنبه میچیند. وی میگوید از حاصل فراوان امسالش شده است. شریفمو امروز همراهی کلینش به پخته چینی آمده است. برای 1 کیلو پخته جمع آوردهش به او 1 سومونی مزد میدهند. کشاورزان میگویند که حاصل پخته امسال خوب است، ولی نرخ پخته نظر به سال گذشته پایین رفته است. اگر سال گذشته کشاورزان 1 کیلو پخته را در نقطه قبول یا کارخانه‌های تولید پخته 8 یا 9 سومانی میفروختند، حالا آن را 6 و 6.5 سومانی میسپارند. نعمت الله رجبوف، یک مسئول خواجگی دهقانی در جماعت دوبیده ناحیه جامی، گفت در صورت ارزان بودن پخته حاصل فراوانش فایده ندارد. نرخ کمی پست است اما حاصل خوب است. خیلی در هر دو حالت یک چیز ده. سالی که حاصل نوکی کم باشد نرخ بلند است، این سال حاصل خوب است و نرخ پست. خداوند یک خیل رزق می‌دهد. سال گذشته پخته خریداری کم داشت. اکثر شرکت هایی که پخته را از دهقانان گرفتند نتوانستند آن را پوره بفروشند. بسیاری از کشاورزان نتوانستند که به پورگی پول پخته را بگیرند. همین چیزا ما نیز مشاهده میکنیم، چون که از مبلغ‌هایی که در همون پونکت‌های قبول پخته سپاریده سال گذشته همون یک قسمت مبلغ تا حال یا مقصد که گرفته نشده است. فروختیم اما مبلغ به پورگی تا حال مقصد که پرداخت نشده. در اداره کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند امسال قریب در 8000 گکتار زمین پخته کشت شده، جمع‌آوری و فروش پخته نظر به سال گذشته بهتر شده است. در ناحیه 5-6 زاودهای کارکرد پخته عرضی وجود دارند. با پخته قبول کنی فرا گرفته شدند و خواجگی دهقانی به یگان ممنوعیت و پخته خود را برده به کارخانه پخته‌سازی ناحیه سپرده ایستادند. در اکثر ناحیه‌های پخته‌کار کشاورزان از نرخ پخته راضی نیستند و می‌ترسند که درآمد آنها قرض‌های بانکی را نخواهد پوشاند. در ولایت ختلان امسال در مساحت 123,000 گکتار پخته کشت شده است. دومین محصولاتی که بعد از الومین تاجیکستان به بازار جهانی می‌برد، ولی فایده آن به دهقان قریب نمی‌رسد. طور قبلا خبر داده بودیم ورزشکاران توجیک از بازی‌های 19 آسیایی که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در چین دوام کرد با 7 مدال، 2 نشان طلا، 1 نقره و 4 برنجی برگشتند. همکار ما در دوشنبه نرزالای لطیف با متخصصان ساحت در یک میز گرد هنرنمایی ورزشکاران توجیک در این بازی‌ها را تحلیل کرد که حالا پاره از آن را منظورتان میکنه. در عموم من همین را گفتنی هستم که شرکت ورزشکاران تاجیک را در این بازی ها من قناعت بخت می شمارم و ایسار تشکر می گویم به فدراسیون های باکس، جودو، کورش که توانستند با یک آمادگی متشکلانه روند و در اینجا مدال بیارند. ولی من در بعض نمودهای دیگر مثلا که ما منتظری داشتیم که در نمود گشتنی طرز آزاد مدال ها به دست بیاریم و یا امید داشتیم که تیمور رحیموف که در رده‌بندی جهانی رقم 1 بود مدال طلا میگیرد و متاسفانه که وقتی که از لط خوردن دستش و نتوانست متاسفانه که مدال گیرد و ما از بهادر عثمانوف مخصوصا امید داشتیم. این چونین وحید فسرار که ببینید چقدر مهارت خوب نشان دادند، ولی با سبب باز هم جراحی گرفتنش یعنی که بگیم لط خوردنش از بازی، یعنی که از مسابقه او رو گرفتن نموندن و از اینها امید داشتیم. بینندگان عزیز، میزگیردی کامل ورزشی رو میتوانید به زودی در وبسایت azadi.org و هم آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. دوستان مهربان، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. از یکی شما برای همراهی منت داریم. خبرهای بیشتر از این رو چون همیشه میتوانید در شبکه‌های اجتماعی و در وبسایت ما پیدا کنید. فردا شما رو منتظر خواهیم بود. خدا نگهدار و خود را احتیاط کنید.